آقا همیشه وقتی تو سوپری داریم دنبال چیپس یا پفک میگردیم، یه جرقه تو سرمون میخوره و میگیم پوفیلا. اون لحظه است که اونو انتخاب میکنیم. حالا ما اومدیم با شما که بریم بهترین پوفیلای ایران رو با هم مزه کنیم و تست کنیم و انتخاب کنیم کدوم بهتر از همه. لیتس گو. آقا ما رفتیم 10 تا از بهترین فروشگاه‌های بازار تونستیم هر چی پوفیلای مختلف داشتیم و خریدیم. یعنی دیگه این پوفیلا ما ملاکمون پوفیلا پنیری بود و پنیریه، همه کل اینا پوفیلای پنیری. آره پوفیلای پنیری انتخاب کردیم. عجیب پیدا کردیم خودمون باورمون. یه 7 8 تا سوپری و فروشگاه رفتیم تا تونستیم مدل‌های مختلفش رو گیر بیاریم. ما فقط پنیری مدل‌های یه دقیقه صبر کن من رو می‌خوام معرفی کنم. خب معرفی کن بازار باشه. خب پوفیلای اولمون از مزمزه، اسمش چیه؟ مژپف. پوفیلای اولمونه. پوفیلای دوم قیمتش نمی‌خوام بگم، قیمتش مختلفه چون سایز کوچیک و بزرگ گرفتن قیمتش مختلفه. پوفیلای دوم از چیتوز پاپکورن کارامل پنیریه. اسم این بد مزه است. نمیدونم این 85 تا بود، گفتم بس باشه دیگه گرون تو پوفیلا. اونم بعدی که پاپکورن پنیریه وینیتو. ان شاءالله وینیتوه. آره وینیتو. پاپکورن وینیتوه که اینم قیمتش چقدر بود؟ قیمتش 35 تومن بود که اینم تا من خودم تا حالا تو بازار ندیده بودم. همون کلا اولین بار من پوفیلا تو بازار. پاپکورن این پوفلیناه. پوفلیناه دیگه. بعدی رو ببینم. بعدی چیتوز رو داریم. بعد این سری پاپکورن پنیری عادیشه. ما کوچیکش گرفتیم. یه دونه این خیلی جالبه. این من تا حالا خودم ندیدم تو بازار. پفک چکر. چاکر دادا. چکر دادا. حاجی نمیدونم حالا مردایی رو میخوام زوم کنه اینجا. چی شده؟ من ندیدم. خود چاکر داداشه. چاکر داداشه من همین الان میگم برو شکایت کن از این شرکت، تو میتونی به عنوان کپی رایت پولی بگیری. جدی دارن از اسکی میرن. بعدی هم حالا ما خواستیم رقابتی چی کنیم، در حقیقت پوفیلا حساب نمیشه ولی خب بوشاره پوفیلا همون ذرت و ایناست، ولی خب بوشار شدهش میشه تو این لیگ بازیش داد. آره بریم آقا اینا رو دونه دونه به صورت شانسی حالا با هم رقابتشون بریم دونه به دونه که خب ما الان اومدیم برای اول مزمزه در واقع جنگ مزمزه چیتوزه. چیتوز و مزمز کاراملی پنیری با پف مزمز پنیری که من حس میکنم مزمز این اینو این حس کنم نسخه چیز همین چیتوز و مزمز که حداقل بریم تا مزمز داریم کدوم بهتر داره میزنیم. برو بریم آقا بازشون کنیم. نه واقعا جون قد بوی چه بوی نمک رو نه پنیر میده یکی راستی بذار میبینیم بود خدایی این بود پنیر خب خواهی اینو بکن این که بهتره. من گفتم بده نه این بود سوختگی میده نمیسن علی این بهتره دوباره شروع نکن خدا وکیلی. نه این مزه بوی پنیریه بیشتر، این خدا وکیلی بود زغالی تر بیشتری میده. اصلا بود بوی دیگه چی میگی؟ چرا بو کاغذ گرفتی؟ آره بوی دیگه داره. خب اول از کدوم اوه مای گاد اسکی. خب اول از چیتوز رو شروع کنیم. چیتوز؟ آره نمون شروع کنیم. بو خیلی معیار مهمیه. خیلی معمولیه کم مزه است. چند دادیم موقع برم خیلی کم مزه و معمولیه. پوفیلاه؟ نه خیلی کم مزه تر نسبت پوفیلا بودنش. بس داریم سراغ این یکی علی لا دندون گیر میکن این یکی تست کن. نم کم مزه است ولی پوفیلاه؟ این مزه پنیر بیشتر میده. آره این خدا چی پوفیلاه؟ نه پفکه استیکه ما همه چون پوفیلاه. این مزه پنیرش بیشتر اون یکیه و این یکم خوشتره انگار این تو دهن آب میشه. آره دقیقاً دارم بازم بخورم آب میشه این آب میشه این انگار خوشی انگار مونده است اصلا. آره
خب این بهتر بود مزپوفه مز بهتره. مزمز انتخاب کنی یا 1 2 3 انتخاب کنی؟ 1 2 3 قطعا مزمز بهتر بود. مزمز خدایی با اختلاف بهتر بود. دهن آب میشد، ما بازم هم تو دهن آب میشد، هم خیلی بهتر بود، هم مزه پنیر بیشتر میداد، مزه اصلا نمیداد. مزمز رفت لیگو برم. خب برای دو تای بعدی من این دو تا رو میارم. اوه خدایی دو تا گرونا رو بردم. آره 2 تا گرونا انداختم با هم. گرون با گرون. ولی دوتاشون هم این دوباره چیتوزه، اون سری چیتوز بود داره؟ نه اونجا رو مزمز بود. مزمز و چیتوز مزمز. مزمزه قبلی بود نه این سری. چیه؟ این همون چاکره. چاکره. خب بازش که کار داری میکنی پس اصلا نکن. ببین بخوای شکلی هم بگی خدای خیلی خوشگله، اصلا خیلی خورده. اصلا تو کارامل میده این مطمئن پنیریه. آره تو کارامل داشت پشرام. پنیری زده روش. پنیری روش زده. کارامل هم زده. کارامل انگار. خب بگو فایل کن شروع کن. بستنی کارامل. این دفعه بگم واقعا بگم بابا بخور یه دقیقه اصلا من راجع به این یکی مفید چاکره داداش پنیری چرا این بود بد میده؟ بخور یه دونه شو داره تعدادی شو این پوفیلا با یه دونه داری میخوره اصلا پوفیلا یه دونه نمیخورم بخور توازش سخت بفهمید این هم کاراملیه نه این کاراملی یه مزه عجیبی پنیر نیست انگار ترش انگار آره تو ترشی بوده باید خارج داره این آره دیگه تا 14 2 4 5 شاید مثلا ببینیم پنیری خیلی ترش انگار اصلا آره. لواشک ماننده بعد پنیری نیست ترشه ولی بافت خوبی داره آجی نه خداییش آره خب ولی هم هزینه شده پول دارش اصفهانینو اساسینو خسیسینی خساسینو این 75 تومن بود این 85 تومن ولی این خیلی ترشه یعنی ترشی دوست داریم تو اینو بزنیم تو ماست بخوریم اصلا میگم فعلا زبون اصلا ان میاد خب یادم تو ما هیچ وقت پیشنهاد ندارم به یکی این تست کنیم یکی چطوری کنیم خیلی ترشه ولی بود این مزه‌ای داشت حداقل نسبت به قبلی‌ها مزه‌اش خیلی بیشتر بود امیدوارم کاراملیه نه بدن کاراملی این چه اینقدر افتضاحه اینگاه قنده یه سری چه بافتش برنزک هست برنزک نه یه سری چیز هست شیرین اسمشون چیه؟ اسم اونا چیه؟ نقل نه نقل که نه نقل یه سری چیز این همین رنگی کرمی ریزش فیلم اسمشو میدونی؟ چی اسمش؟ نقل و نبات تو اسمشو نمیدونی تو؟ نقله مزه اونا رو میده خیلی مزخرفه واقعا خیلی بدی وای شیرینه این اصلا افتضاح شیرینه من ترشی و شیرین بره اون واسه کدوم بهتر واقعا این بهتر اصلا لازم نیست اصلا خیلی مزه بدی داره اصلا افتضاح بافتش هم جوریه که مثلا انگار دارن خاکستر میشه افتضاح این بده حیف پوله یکی میشه خب خدا بذاری برای اینا آقا تو این سری 3 تا رو همزمان با هم مقایسه می‌کنیم چون 2 تاش لینیار حالا اینا درسته تو این لیگ دادیم ولی این 3 تا دیگه با هم افتادن مجبوریم 3 تا رو با هم حساب کنیم خب یکیش ونیتو پاپکورن پنیری ونیتو اوه این با کلاس گردنبند داره ذرت گردنبند داره چیه؟ اون بوی خاصی که برن اون باکتون بدون دوسته چدی؟ لینا یا اول فرد پاپکورنای لینا یا خدا
یا مثلا نه تو پوزه نمیشه بازش کنم کاری نداره کار نداره باز کن نه پوگوه بازش کن باز این چه بسته بندیه اینجاشو میگیری و بعد باشه بده از این ور داشتم گفتم پاپکورنای لینا کلا مگه داریم ما نمیشه این چه بسته بندیه آخری صورت من میره حتی براش از اینا گذاشتن که میتونی پارش کنی ولی پاره هم نمیشه باشه حاجی جدی باز نمیشه آقا ولش کنید اونو ببینید دوستان شد دوستان بعد نیم ساعت دسته‌بندی قوی وای چه بوی بدی داشت چقدر بوش بد بود میدونی بود چی میده؟ چسب یک آره چسب رازی میده چسب رازی میده قشنگ چسب رازی هست که میزنی به دست میمالی اینطوری که باید بکنی قشنگ بدون دونه تستشون کنی کنی بوی چسب رازی خالص این که خیلی بوی بدی داشت خیلی هم پکیجینگش سیف والا اینکه اینقدر سیف بود خوبه یا بده قویه خوبه خب بعد دمارم در اومد اینقدر زور زدم برو باز تست پاپکورنای لینا کلن بدون چیزن یعنی بدون این دیدی وقتی پوپلا رو میخوری یه چیزی داره پوسته داره میره لادر اینا ندارن لینا ها تست کنیم چسب رازی همیشه خوشمزه تست کن خیلی خوب بود بوی پنیر خیلی بده واقعا چسب رازی میده بوی واقعا بدی داره نه خداییش مزهش پنیر انگار پخته شده است خیلی خوبه مزهش واقعا کار اینا خیلی سخت شد لینا انگار اومد تو رقابت نه همون اول میگفتم لینا میزنم خیلی خوشمزه شدم بیا ونیتوه با کلاس تو چسب رازی هم میده مثلا پولداری چه ربطی داره چی بود گفتی حاجی این خیلی جدی داره واقعا هیچ پوسته‌ای نداره خیلی امتیاز خوبیه کلا لینا فکر کنم تو خارج کشورم پوپلا صادر میکنه معروفه ولی اینجا رقیبش سخت شد دهن آب میشه انگار سیمانه تو دهن آب میشه انگار پفکه آب شد آب میشه واقعا خوشمزه مزه نداره کجاش خوشمزه مزه خاصی نداره یه مزه میده مزه نداره اصلا چرا بمکش بمک بوی نداد واقعا رگای گردنم پاره شد ولی بوی نداد ببینید که لطفاً دهن آب میشه این واقعا واسه پوپلا خوبه بابا علی آروم باش علی با خود کنترل بابا برو واسه بگم یکی پوپلای جلوی نشدن که خب این همینه ولی نسخه کوچولوش شکلش هم همینه قشنگ آب شد اصلا همینه این بیزوتر آب میشه چون کوچیک‌تره یه دست کن تو بین این کدوم انتخاب کنی؟ بین این و این بین این و این؟ آره اینو این؟ چون برای من این دوتا هیچ فرقی نداشتن هم زودتر آب میشه هم یکم مزه پنیرش بیشتر احساس میشه یعنی لینای کلا اینش خیلی معروفه لینا ولی خب این انگار اصلا اومده یه بار اینو بخور مزه‌اش اینقدر عوض شد همونه؟ خب انگار یه پنیر پخته شده رو ریختن رو این کره شد بین این و این 1 2 3 صد این خیلی مزه‌اش خوب بود مثلا خیلی خدای من اینو فکر کردم قهرمان شه مثلا گفتم لینا قهرمان ولی دوره میشه خیلی رقیب قدری جلوش افتاد گفت لینا ها رو هست کرد وینیتو دسیمتر و اسیمتر و پر
خب برنده ها رو بیا، فینالیست ها رو بیا، فینالیست های این سری مزمز بود. بین چاکر داداش و شاکر داداش انتخاب کنیم. شاکر داداش شاکر داداش اصلا خیلی بدی دوست دارین شما پول دون واسه اینا واسه اصلا 85 تومن جای این کاراملیه ندید، یعنی اینقدر افتضاحه. این نقل و نبات تو دهن انگار پودر میشه، افتضاح بود. مزه شیرین ترشی حداقل وزه شیرین. نه مزمز بود، مزمز یکی دیگه هم باید باشه مزمزو. همین ویژه تو دیگه. خب 3 تا فینالیست اینجاست. مهمه. خب بیا از گروه شروع کنیم. من حس میکنم من بخوام الان طبق مزه‌های قدیمی بگم حس کنم مینتو باز میزنم. من حس کنم الان آب بخورم، مزه دهنم یه جوری نابود شده که اینجا ما یه کاتریز بدیم، ما یه آب بخوریم و بیان. رفتیم آب خوردیم و برگشتیم پالتامون رو ریستارت کردیم و پالتامون ولی واسه خب ولی واسه شروع کدومه ببین بذار اول واسه شروع آقا فینا رو ریاکتش چیز تر کنیم. بسته بندی تو به کدوم میری؟ بسته بندی آره خدایی بخوایم بگیم شیک باشه بسته بندی کدوم میری؟ بسته بندی خدایی شیک مثلا قشنگ من به چاکر داداش. خدای چاکر داشت فیلم شما زوم کردی رو چاکر که چاکر داداش پیدا بود کاملا خیلی نه اصلا عجیبه این دوستان این از اون اسکی رفته اون از این اسکی رفته. خب تو ببین این واسه بس من خدایی بسته بندیش مثلا یه جور ببری بگی چاکر رو خودم ببینم البته چکر اسمش فکر کنم چکر اون چاکر داداش این رو خاصه. نه من بسته بندی ببین خیلی کولتره باحالتره. نه خب میدونی مثلا یه جای شیک بری ولی البته این خوبیش این چیه؟ خوبیش اینه که ببین بسته بندی شفاف زده. آره تو معلومه میتونی پروفیلات آخرش ببینی. خدای این امتیاز مثبت داره. واقعا هم قشنگه هم بعد حالا واسه خود دونه‌های پروفیلات دونه‌هاشونو داره. کون داره. ببین این الان دونه ایوی آیا خودش این بین دونه ها هم بگیم واقعا این دونه‌اش خیلی قشنگ‌تره. حالا طبق حالا چه روشی به دست آوردن که این شکلی در اومده آره. قشنگ‌تره خوده. حالت سیقلی داره. حالا ببین واسه مزه‌شون دیگه. خب برو کن شروع کنم یا کاس دو شروع کنیم. من میگم شروع کنیم دیگه. دوباره باید بو کنم. بو زغال میده. نمیدونم چرا فکرم رو زغال پختنش. این نورمال ترین چیزیه که آره پروفیلای من وقتی میگم مزه پروفیلا یعنی این میاد تو پروفیلای ذهنم. پنیری میخوای بخوری یا این میاد تو ذهنم. پروفیلای پنیری مذکور. ببینم کرم داره. دیدم من خود دوباره بخورم. بعد این چیتوس کلا هست شو؟ این چیتوسه؟ نه. چیتوس هست شو؟ چیتوس کلا سکش خورد. چیتوس ما نمیخواستیم حذفت کنیم خودت حذف شدی. چیتوس دینا هستن چه؟ من چرا این دو تا فیلم میگم من قدم. میگفتم لینا که اصلا قهرمان لیگ الان بعد مثلا لینا بیاره ونیتو ونیتو حاجی اینا چقدر میمای ایرانی اشاره های خیلی خاصی داره این که چاکرهای ونیتو تست کنید. بود چسب رازی میدن هنوز چسب خدایی مزه قوی داره. هم مزهش قویه هم انگار قشنگ همون پنیر رو انگار آب کردنه بعد ریختن رو پروفیلاها. اشاره خاصی برش کن. خیلی دونهای سفت زیاد داره. بینیتو ولی خب مزه قوی داره. مزه خیلی معیار مهمیه. خب بین این دوتا بین این دوتا بخوایم رقابت کنیم بسته بندی که وینیتو خدایی گردنبند وینیتو قشنگ‌تره نسبت خدایی نسبت به این هم پروفیتا داره هم پنیر داره هم اینم داره. بابا وینیتو قشنگ‌تره دیگه. وینیتو قشنگ‌تره. بو این بو نداره. نامودی آره گو آره خدا یه چیزی خودت تصور نمیتونم بعد کار رو
وینیتو خارج شد. الان مثل بوها رو آقای وینیتو خدا رو شکر دستم بود دقیقه. بو خدایی بو این بهتره. اون بهتر. این چسب رازیه. خب این مثلا فکر کنم البته به خاطر چسب اینجاش هم باشه. این همون بود که خیلی سفود. وینیتو خب لاشی خیلی سفود. آی دستمو شکستی بشر. الان آقا انتخاب کن بین این کدوم انتخاب من کنی؟ وینیتو رو انتخاب. وینیتو انتخاب میکنی؟ هم مزهش بهتره هم بس نمیشه. میونه دوتا دل من دو دلم کدوم؟ فوقش رو اگه اونو انتخاب کردی فیلم بردار انتخاب میکنه دیگه. فیلم بردار دستش تو فیلمی هر کده رو انتخاب کن. من مثلا- بهش میدم. فیلم بردار کم خورد. فیلم بردار تو با کلت یه اشاره بدونم کدوم انتخاب کنی؟ فیلم بردارم آقا وینیتو رو نظر داد. وینیتو رفت بالا. وینیتو رفت بالا آقا. من می‌دونم. آقا ما یه کات بده ریز اینا رو جمع کنیم و بیایم. خب ما اینجا رو تمیز کردیم و صدای پولی هم مشاهد. خب آقا بریم واسه فینال آخر بریم بالاخره بین چاکر و پنیر ویجیتو کدوم برنده میشه. ولی چاکر اصلا تو ویدیو نبوده سوپری آخر چاکر رو داشت. آره خدایی. ولی این خودش پوینت منفی که چرا چاکر کمه. ما 7-8 تا سوپرمارکت رفتیم با فروشگاه‌های فروشگاه بزرگ. هم رفتیم. بعد چاکر یه بعد چاکر. مغازه فقط داشت. عجیب. چاکر داداش چون میگم یه کلا شیکه کلا کمه شیکه خداییش چاکر. اگه پارت 2 این ویدیو رو میخواین حتما لایک های این ویدیو رو به تعداد خیلی زیادی برسونید، کامنت کنید، سابسکرایب کنید که ما از برنده و فینالیست این ویدیو میریم کل طعماش رو میگیریم و اون وقت بین بهترین طعم بهترین پروفیلای ایران انتخاب میکنیم. چیکار داری می‌کنی؟ چی تو داری؟ مرسی از گوشی فیلم بردار. آقا. بریم واسه ادامه ویدیو. تست کن کنید شروع کن. خب آقا وایسا. شکلی که چاکر. چاکر که اصلا گفتی میزنه. شکلی چاکر از همشون واقعا بهتره. خدایش اصلا. خدای قیافه چاکر خوبه. بافت خود پروفیل هم که گفتیم دوباره چاکر بهتره. باف؟ نه من باف نه. چاکر فقط ظاهری قشنگه. حالا بافتش بشه من میگم ظاهر. ظاهری با قشنگه ولی باف من با اون. بو او خدای چسب راجع من این که واقعا بوی بدی میدونم چرا. آخه اینم بوی بدی میده. آخه زیاد من با چاکر. نه برو چاکر رو بگم خدا گیری. بوی خوبی نمیده ولی بهتر از اون بو میده. دیگه بوها رو نمیفهم. خب بریم واسه تست دیگه. بافتشون اول تست کنم. یعنی اینا تست کنم اول بعد برو. فیلم بردار تو ما رو آی وای صندلیم رفت. صندلی از من گرفت. صندلی من چرا باید اینطوری نشستم روش. ده برای این یکی. من واقعا اونو وینیتو رو اصلا یه لولی اسپانسر وینیتو میشم من. شرکت وینیتو بیا من تو رو با مزمز یه روز اندازه یکی مشهور میکنم. زیاد از زر میزنم یکم ولی خدای وینیتو خیلی بافت داشت اون بهتره آقا. خاطر مزه نداره. اصلا وینیتو یه سطح لیگ دیگه است. ولی بافتش خیلی خوب. وینیتو داسیمنترو اسیمنترو گدیبلتو پله. آروم من اینو دارم برای خودم اون برای تو. رایت اعلام کنید. برای من؟ یک دوستی میگم رایت اعلام کن. باش. نه برو من بگم 1 2 3 100 وینیتو وینیتو اصلا تو یه لیگ دیگه واقعا از همشون بهتر بود. آقا هر وقت خواستی بریم بین اون چیپس و پفک یوزه انتخاب راست کنی؟ میسی بگم یه چیز لاش این فیلم برداره چلماج از اون یارو چی بود اسمش کره یارشون چی بود؟ ها فیلم بردار اون از کره‌ای خوشش اومد بیشور. اصلا انقدر این بشر گوه چیه این؟ کره این که من یه دونه‌شو خوردم واقعا داشتم بالا می‌بردم. این کارامل پنیریه
این واقعا پروفیلای اینو شیرین. نخرید. ببین قشنگ همونه. یه چیز اسمش الان یادم نمیاد. برنجک هست. همیشه بغل چیز شیرین ریزه ریزه هستا. این قشنگ مزه‌مون شیرین ریز ریزه ها رو میده. یعنی پول نداره نرید. آخه این گرون‌تر از هم هست. 85 همه اینا گرون‌ترن. یعنی شما ببینید وینتو چنده واسه 35 شما واقعا افتضاحه. یعنی اون فیلم آره، من نمیدونم کجای زندگیش اصلا مغز داشته که اینجا ببین این دو تا از اینا بخری به جای یه دونه از اونا. دو تا 35 تومن 90 تومن 75 تومن. چی 35 تومن از زیاد شد. 35 تومن میشه 70 تومن. آره ببین دو تنها بعدی که داشت دونه‌های خیلی سفت ریزی داره. ولی خب خیلی رقابت عجیبی بود که لینا اینجوری زود حذف شد. واقعا فکر کنم لینا برنده مسابقه بشه. خیلی عجیب بود. خیلی خوشحال شدیم که این ویدیو شما تماشا کردید. حتما این ویدیو رو لایک کنید. سابسکرایب کنیم. زنده شم بعد ادامه ویدیو کنیم برای ویدیو. آره حتما ویدیو لایک و ساب کنید تا ویدیو دیگر. خدا من دیگه خفه شدم. آخه من چه کارم؟